سلام علیکم. از رحمان رو دفاع میکنی؟ البته. خب پیشوای ملتش میگی؟ البته. کو همو یک بار معرفیش که کی هست همون نفر؟ اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هستند که امروز ما در جمهوری تاجیکستان آزادانه سخن گفته ایستاده هستیم. در تاجیکستان کی کشور ما صاحب استقلال شده است؟ بچه تو استقلالیت تاجیکستان نمیدونی؟ کی است؟ گوش کن بهروز. کی است؟ استقلالیت کشور کی است؟ سوالای بی‌معنی را ما یک مسئله قضیه عزت عوام موضوع شده ما همون استقلالیت گفته که اساسگزار صلح و وحدت فلان 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 و ها کذا استقلالیت کشور کی است؟ 9 سپتامبر سال 1991 اکنون گوش کن دیگر سوالات ما تو سوال استقلالیت کی امضا گذاشته است؟ گوش کن آخه من تو سوال دارم آخه اینجا برنامه ماست در آمدگی مهمانی برنامه هستی من یکن سوال دارم موضوع عزت عوام گفتیم ما همون مسئله رو در موضوع برق میریم در موضوع من نگفتم تو اگزام سپری من در اومدم من مسئله قضیه عزت عوام رو پیوست شدم گوش کن سوال دادی گوش کردم همون صبر کن لازم شوه اگزامین میسپری همون دفترچه امتحانی تا پیش میوری بها تا میگیری میری سوال جواب میتی زیر اعلامیه استقلالیت کی امضا گذاشته است؟ همه مردم جمهوری تاجیکستان گوش نکنه این خوینای دولت آخری که بودن این موضوع یک شدن عزت عوام پس میشه مودا سوال یا بار گوش کو بهروز صبر که همین گپیتر که میگه ما اولش میدیدیم گازده نمیتونستی امروز اکنون خواندان شدی یا طبیعی است چیزی عادی است بیسوادی تو مکتب نخوندی این چیزی عادی است تجربه انسان از تجربه میآموزه که همین رستم امامعلی آزادی سخن دارد و معلومات نداشته باشدن آزادی سخن دارد باید گاز نداخه آخه به همین سوال مرا جواب ده که زیر اعلامیه استقلالیت کی امضا گذاشته است؟ من یک سوال تو جواب دادم تو سوال مرا گوش کردی من 10 سوال دادم عدالت پروری تمام یک سوال مرا جواب دادی قضیه عزت عوام میگی تو میگی شعباز برای چی این خیلی تو سوال دادی خیلی گوش کن که موضوع در دایره موضوع لازمه همین سوال مرا جواب ده چیزی عادی است داخل موضوع شما من سوال تو جواب دادم ندادی آخه کی امضا گذاشته است الکی من تو سوالات به جواب دادم کی امضا گذاشته است آخه شما من تو این چرت پرت نمیگذره مطمئن باشین کی امضا گذاشته است نمیگذره مطمئن باش زنگ تلفنی قبول کنیم اینجا 20 تا گوش کن فقط شما کی این اومدین دعوا سری ما دارین کی این شما بلند مونش در اکران مونش فقط گوش کنه اکران بلندش کن مونش صداشمون تو فقط ولی گوش کن تو بیسوادی تو صبر کن ای بچه صبر کن سوال یا که جواب میتی یا که بخوای گوش کردن میشنی من زنگ دیگه قبول میکنم خودت گوش کن فقط یادگیری گوش کنی دیونه چی من تو گوش کردم گوش که در کارش گوش میکنی تو همین موضوعی که شدی پیش همه زبان دراز کرده گاز زدی کال بوده خودت پر دوایت همون موضوع گاو میزنی امی امامعلی رحمان اعتراض موضوع پیش خدا نگذار امامعلی رحمان اعتماد داری بروش یعنی قبولش داری ها الو امامعلی رحمان قبول داری همچی یک رهبر همچی یک پدری ملت نمیدونم من تو گفتم اون کس برای ما رهبر دولتم پدری ملت میگن شما هم قبول داری اون کس رهبر دولتم پیشوای ملتم فهمیدی نه پدری ملت هم میگن از فکر دیوانه سوال نتی من تو گفتم که بیا در موضوع قضیه عزت همون سخن درست کردی بیا گاو زنیم در موضوع قضیه چی میترسی که موضوع میگیری از خدا از ما اگزام میگیری چی میگیری امتحان میسپری میگی دیوانه شدی چی اگه ایت طرز من از من بیا خدا مثلا عزت همون گفت چی گفتنی بگو مسئله عزت همون قضیه که اگر در حقیقت گناه نمیداشت ما 100% باوری کامل دارم که وای الکی آزاد میشد از سبب اونه که از اینا یک برنامه ایتون نمیدونم چند نفر قبول کردن بود اسپیت کردی الکی دیدی یک نفر میگن از ما مبلغ گرفته بود این خیلی حالا شده بود این خیلی صدها هزارها هستن که برنامه شما نمیدونم که شما هستید این خیلی ها هزارها هستن خب انا همین خیلی ها یک چند نفرشون الکی خطی مراجعت کردن که امروز او در با مهلت 9 سال گرفته است اگر عیب نمیداشت گناه نمیداشت الکی آزاد میشید او یک فعالیت بلاگری بردگی مثل خدا فقط شبکه‌های اجتماعی و برنده گفتیم برادری که از من پیش پیوست کردی
انا کوروی یک دو کاردگیش رکلام کاردگی اکنون هم شما یافتید که یک پیرا میکنه همین چیز دستک میشه شما خیالتون و همین چیز مردم بازم فریب دیدو چند کی میدونه چانسون چی زندگیتون رو میبینه تمام همین تو گابزن آخه چی میبابم مثلا سوال بودم سوال ما جواب دادن نمیتونین جواب میگی جواب نمیتونی میگی حقیقت ایبدار بوده است که امروز جزا شدید است همین وقتی رحمانوف یک گپ میگه آیا گپی همه رو تو قبول میکنی یا نه البته اون کس مثال رحمانوف در یک جلسه حکومتی برآمد نسبت شهباز گفت که تو جنایت کردی میلیون ها را دزدیدی ماشین در حساب دولت است پول دولت غارت کردی چرا پس او در آزادی بوده است پس گپی رحمانوف دروغ بوده است شده که من گازنم بیا گابزه گاب نبوره نکن بیا یکو ماشین این هر دو قضیه آنچه مبینش به فرقیتی کلان داره آنچه نداره فرقیت خیلی گوش کن آخی گپا نبور گفته سر کردم آخی من اول تو را گوش کردم بیا خوب شهباز قضیهش خیلی شده ایش تو همین روز سخن نکردین که برای چی تو همین روز کشوده نشدی مسئله گفته من هر روز گپ میزنم در این باره من 10 تا نوار نشون میدم صبر کن من 10 تا نوار در مسئله شهباز گپ میزنم گوش کن گپ آی خیربا گاز زدی گوش کردن هم یاد گیر ای گوش کن مسئله دوم بعد از اون که قضیه صبر کن تو خیلی بسری من خیلی داد زده گپ نزن التماس و خواهش میکنی گپ میزنی صحبت میکنی شما چی در پریام امنیت گوش کن مرا شما کین 4 تا مرغ آمدگین با دعواتون همین قدر بلندی است که مرا گوش کن گوشت نمیکنم یکم چی گفتنی گوش میکنی گوش نکردی انا میخوای آواز پاس میکنی صبر کن آواز پاس میکنی صبر کن آواز پاس میکنی اینا میخوای مرغ برای گپ میزنی گوشت میکنم بچه شما را ما منبر میتین در زمانات این قدری میشه داد میزنی نه طریق هم نیست در این منبر و جایی نیست که شما گرینی باشین من پاس گپ میزنم تو گپ میبری خودی که من انسان نیستم انا میخوای بچه خوب میشی پاس گپ میزنی صحبت میکنی بیا اگر گپ نبر من پاس گپ میزنم من نمیبرم گپ تا نکنیم طریق داد زده در این منبر گپ نمیزنی خب چی تمام گپ نبر من گوندم گپ میزنم انا میخوای بیا ما چه گفتم همین مسئله شهباز این سوال یک چند سال شد گذشت تو همین روز این موضوع را نکشیدی خب این یکمش دویمش قضیه عزت امان که پورا بررسی شد انا 9 سال به او جزای هم دادن بعد گرفتن گفتن اونجا این خیلی شد اینجا این خیلی شد خیلی مالش اینش هم رفت اکنون بینی مسئله قضیه عزت امان به شهروندایی که از او جبر دیدن از عزتی امان عریضه کردند شکایت کردند به ساختاروی داخلدار ساختاروی داخلدار در وقت در نوبت خودش گرفته در اساس انواع عریضه شخصی جبر دیده نسبت او چاره اندیشیدند اکنون مسئله شهباز راهبر دولت همچون راهبر یک کارمند گیرند مسئله شهباز نفهمیدم راهبر دولت چه یک راهبر یک نه آخی من نفهمیدم همین برای من روشن بکن گفتی که راهبر دولت همچی یک کارمند من نفهمیدم ای بچه میگی راهبر دولت یک کارمند من نفهمیدم میگم همین را بفهمم چه یعنی روشن‌تر که من قدرت نمیکنم میگم همین شهباز یک کارمند است خب بله خب خدمتچی دولتی یا یکم دیگر و یک کارمند بود خدمتچی دولتی بود بوده گفتن این همین خیلی کمبودی داری در فعالیت این همین مبلغی که غیر قانونی از خود کردی با پوره وستنوید میکنی برمیگردونی از وظیفه در عهده شده از عهدهش نبرآمدی از وظیفه آزاد کرده شدی هنگامی از بالای اون یگان خیلی نمود چی میگه پیسمینه عریضه یگان خیلی شکایت به ساختاروی داخلدار میشد البته او هم جزای خودش رو میدید مدام اگه تمام بس که دیگه زیادی بد نرو رحمانوف در یک جلسه بلند میشوه جنایتاش میگه پیسمینی یگام حجت نبود بلیاز خدا سخن رحمانوف دلیل شده نمیتونه مدام خودش میگه تو ماشینت دزدی است میلیون ها دلار خارج پولات بیار یعنی رحمانوف میگه من میدونم تو چیکار میکنی اون مختص تمام قضیه را تو چیخه میگه او حجت نداشته پس حرفی رحمانوف یک سمسته بیش نیست یک چرت پرت نه آسمان در اما یک پخ میگه خلاص شد رفت درست
یا کی نه اینگه و رحمانوف سود شده نمیتونه او را آزاد بکنه. صبر که مدام جنایت در اینجا صورت گرفته است رحمانوف در جای پروکراتور شده نمیتونه، رحمانوف ادوکات شده نمیتونه، رحمانوف مفتش شده نمیتونه. این کارا سود میبینه، این کارا پروکرور میبینه، این کارا نمیدونم دلونهای دیگری مقامات میبینه. رحمانوف در همونجا سودش کرد، گفت که 15 سال زندانش میکنم و گفت که همین خیلی که جوانی هم سودش کرد، هم ادوکات شد آزادش کرد، هم مفتی شد، هم تمام استرکتور دولتی را در یک جلسه برای یک نفر اجرا کرد. این دولتداری نیست. تو نمیدونی پروستا میگی مول فرق میکنه. قضیه ایزد امان از قضیه فلانی هیچ فرقی نمیکنه. ایزد امان به مانند شهباز میلیون دلار غارت نکرده است و اون هم از بودجه کشور نیست. میفهمی؟ بودجه کشور این نفر غارت کرده است. پیلوس کارگر دولت. فرق بین ایزد امان و بین او شهباز از زمین تا آسمان ها است. ایزد امان شهروند روس است، اون نفر شهروند تاجیکستان و کارمند مقامات، کارمند دولتی، خدمتچی دولتی. میفهمی که رتبه داره سیم مسئله. این نفر این جنایت بزرگ کرده است، تو میگو که جنایت او مول نیست. این گپ اصلا چیده نمیتونه برادر. خب شدی گاز نه؟ بیا. خب از خدا در ادامه همین یک چند ثانیه گاز دیگه دیگه گفتی فرق بسیار ندارد قضیه هر دوش با آخر با اومدی گفتی من گپی تو نگفتم، تو گفتی صبر کن. صبر کن زنک تبر تو بی صبری راست گاز دی من گوش کردم پریبیواد نکردم تو هم پریبیواد نکن گوش کن. صبر کن تو دروغ دیجا نگو. صبر کن. من گفتم من در حرف زنیم هیچ با کلمه مول استفاده نمیبرم. من از زبان تو گرفتم. تو گفتی که بین ایزد امان و او قضیه مول فرق میکنه. من گپی تو گفتم. من اگر بگم که من هیچ وقت کلمه مول استفاده نمیبرم که بگم بله من همین گپ گفتم. من گپی تو گفتم که تو همین گپ میگو که مول فرق نمیکنه که مول فرق میکنه فلان بیمدان. میفهمی؟ بهروز من خیر من گوش کن. مول نه بسیار میگوین قضیه ایزد اما و قضیه شهباز بسیار فرق دارد. بله بسیار فرق دارد. بله هر دوشم گوش کو آخر یک گپ پریبیوان نکن. داد نزن. خب پریبیوان نکن. من پریبیوان میکنم داد نزن. خب پریبیوان چی پریبیوان میکنی؟ من سخن گفتن نداری. حقوقی سخن گفتن تاری داد زنی ده حقوق نداری. داد زنی ده حقوق نداری. صبر کن. کجا شد عدالت که تو داد زنی ده حقوق نداری. داد زنی ده حقوق نداری. داد نزن. آرام. اگر پریبیوان هم میکنی بگو برادر پریبیوان نکن آرام گپ زن. خب اما پریبیوان نکن 10 مرتبه گفتم. همون را آرام گپ زن. خب 10 بار اول آرام انا مخه باز هم آرام. خیلی نشانه دیوانگی تون در اینجا نشان ندین برای ما نمیترسیم از این گرنگی. او دیوانه توی آخر آدابی سخن کردن نمیدونی، آخر معاشرت نمیدونی چه کرد. گیجا شدی خط شدی بس کوم جودا گیجا ده اصل به خب نیست گم شد.